بچه داره اومدیم با کراش باندیکوت 3 میخوایم مرحله 20 رو بریم. یادتون نره سابسکرایب کنید. وارد مرحله میشیم. اینجا مرحله است که اینجا آبه و تو این آب میریم. سعی کنید تو این آب نیفتید و اینجا جعبه رو میخورید، چون اگه تو این آب به وقتی بالاست خفه میشید. الان آب اومد بالا، باید صبر کنید تا بخواد بره پایین. از این مرد تیغدار رد میشیم. اینو باید با تکل ازش رد شد و اینجا میریم اینو میخوریم. اینجا مبلغا رو میخوریم و بعد میایم میریم اینجا و بعدش میایم اینجا از این مرد سپردار رد میشیم. اینجا یه جون بود خوردیمش، حالا میایم پایین به TNT نخورد و حالا سیو میزنیم و این چیز رو میزنیم تا اینجا برامون ظاهر بشه و اینجا میپریم روی این، میپریم روی این یکی و اینجا الماس رو بهمون میده، میخوریم و بعد میریم. آب اومد بالا، از این مگسه رد میشیم. اینجا سیو رو میزنیم و میپریم و از این میپریم روی این تک میزنیم، میریم و میریم روی این سکوه، میریم. آخه شون مرد تیغدار بهمون نخورد. میریم اینجا و این بالا هم هیچی نبود. میریم چه کار میکنیم و از اینجا میریم مثل این که و میریم رسیدیم به ته مرحله و میریم از مرحله بیرون. بالماس سابسکرایب یادتون نره. اگه دوست داشتید دیوم بریم و بکشیم حتما سابسکرایب و لایک کنید. خداحافظ.